السلام علیکم داملای شیرین‌سخن. اولا خداوند شما را نگه دارد به این سخنهای حق که شما میگویید. اگر پدر گوید به پسرش رو به مرا عرق بخر، اگر من خرم گپ پدرم در زمین نمانم روم عرق خواب خرم گناه میگیرم یا نه؟ البته گناه میگیرین. جوابی سوالم برآمدگی بود که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعتش نکن، وقتی که اطاعتش که کردی تام در گناهی شریک میشه. او را نصیحتش بکن. نصیحت نگرفت دشنام و حقارتت کرد، در 5 وقته نماز پنهانی در حقش دعا بکی که خدایا همین پدری به توفیق مرا توفیق عطا بکن، در راه راز هدایتش بکن، در حقش دعا بکن. شاید که پروردگار دعای شما را قبول کند، از این فعل بد بمانه. اما عرق بخر بگه یا پپروس بخر یا نوس بخر، در این صورت ها اطاعتش نکن. اینا همش حرام هستند.